تربیت سالم شخص دوران کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگاره رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیت مشغولند دستورالعمل مفید است در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی اشور اشورزاد به سمع شما رسانیم. آموزش فرزندان. آینده ملت بسته به آموزش فرزند است. غمخواری به آموزش فرزند تیار کردن نسل آینده است. آموزش دستیابی به اختصاص یا کامیاب گشتن در زندگی و حفظ منفعت‌های خود نیست. در اصل آموزش رنگین تر ساختن زندگی با اندیشه درباره خود و لطف و مهربانی نسبت به دیگران است. آموزش چیزی است که آهسته آهسته به فراخی و درازیش می افزاید. پهناییش زیاد می شود. آن را می توان همچون شناختی خود و محیط خود معنی داد کرد. شناختی دیگران، هم آنهایی که ما می دانیم و هم آنهایی که دور از مایند، دانش درباره نهاد انسان و نیازهای وی، دانش درباره سبب و نتیجه که سرانجام به شناختی فراخی جهان میبرد. بدون شک هنگامی که سخن از کودک می رود، از شناختی فراخی جهان اندیشیدن دشوار است. اما ما باید بدانیم که بزرگسالان توانی عقل کودک را که بیش از عقل آنها در راک و جوینده است درست پی نمی برند. هرچند نمی شود آموزش کودک را از موضوعهای ژرف و دشوار آغاز کرد، اما طرح عمومی آنچه می خواهید کنید و دست یابید همیشه باید پیش نظرتان باشد. سبب این گونه نقش روشن گذاشتن نخستین تأثیرات کودکی در آن است که ما پس از به زمین آمدن همان روند را که روح پسی سر کرده است تکرار میکنیم. با رفتن هر ماه و هر سال کودک بیگناهی را گم میکند و گویا که از دنیای فرشته ها رانده می شود. در نوزادی هنوز صورت جهان فرشته دیده می شود. کودکی دنیای جنها را می نماید. جوانی بازنمایی عالمی بشر است. با گذشت عمر آدم باز پس به جهانی برین نزدیک می رود. چون عقل کودک از تشویش های زندگی آزاد است، بیشتر آماده درک و فهم است. کودک زود باور می کند زیرا دروغ برایش بیگانه است. کودک هر چیز را درست می فهمد، چرا که عقل او حالا پابندی خوشبینی و بدبینی نگشته است. کودک میل به دوستی دارد زیرا دشمنی را نمی داند. از این رو اخلاق که موضوع اساسی آموزش است و از آغاز تا انجام درس دوستی می دهد، دل کودک را اسیر می کند. خطای بزرگ در نظام آموزش امروز با بودن اصولهای پیشرفته در تعلیم نبودن چیزی از همه اساسی درسی بیغرضی است. چنین میپندارند که آدمی بیغرض نمیتواند در زندگی کامیاب باشد. به نظر چنین میرسد، اما این نادرست است. خودپرست به آدمان دریغ و درد می آرد و به خود بدبختی. بشر وابسته به یکدیگر و خوشبختی هر کس وابسته به خوشبختی دیگران است. بنی آدم
اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. به بندی بشر باید امروز تنها همین درس همچون درسی اولین و آخرین داده شود. موسیقی اساسی همه آفرینش است. براستی همه آفریده ها موسیقی است و آنچه ما موسیقی می نامیم مینیاتوری موسیقی راستین آفرینش است که در لحن و آهنگ جلوه می کند. هندوها لحن یا آواز را ندا برام می گویند که معنی آواز آفریدگار را دارد. هیچ دانشمند نمی تواند این حقیقت را رد بکند که آفرینش حرکت است. فعل حرکت در لحن و آهنگ جلوه می کند. جنبش نیست که همزمان صدا نیز نباشد. هرچند گوش آدمی گاهی نمی تواند آن را بشنود و جنبش نیست که وزن و آهنگ ریتم نداشته باشد، زیرا جنبش بدون نشانه نیست. چنان خط راست به آغاز و انجام. در هر گونه جنبش شما نخست از یک سر می کنید و دوامی آن را با دو و غیره. همه طبیعت با پی در همه فصلهای سال، بلندشوی شب و روز بازگوی وزن و آهنگ است. کیهان با بودن خود قانون وزن و آهنگ را نشان می دهد. بحر همیشه در جنبش و مد و جزر آن نمونه ریتم طبیعت است. کیهان به تمام در پای دو غایه آفریده شده است. بزرگترین خطاب به واسطه وزن و آهنگ و موجود زنده. همه کاری تن آدم زدن دلی او بسته به ریتم است و از آن میگوید که زندگی بازتاب وزن و آهنگ است. وزن و آهنگ موسیقی می سازند. از این رو واسطه اساسی پیشبرد در آموزش کودک موسیقی باید باشد. نوزاد کاری نخست را از صدا دادن و دست و پا زدن در وزن معین سر می کند. اگر همان توانایی مادرزادی که خاص هر کودک است اساسی آموزش شود، حتی نوزاد را می توان تعلیم داد. آموزش دوران طفلی بی‌بهاست، چرا که کودک با گذشت وقت ملکه معین پیدا می کند و آنگاه که نگاهش نسبت به اشیا و دنیا استوار می شود، رفتار و گفتارش شکل می گیرد. دیگر کردن آن ملکه و تجربه دشوار می شود. این مانند به آن است که آبی باران بیهوده به هر سو روان به واسطه جوی به باغ آورده شود. این گونه میل و خواهش کودک را نسبت به آموزش و پرورش می توان با ثمر استفاده کرد اگر پدر و مادر راه استفاده آن را دانند. تندرستی وابسته به آهنگ زندگی آدم است. هنگامی که کاری ساختاری تن درست و آهنگش خوب است، آن را تندرستی می نامند. ویرانشوی نظم و ناجوری آهنگ را بیماری می گویند و آن را پزشکان از روی تپش دل از راهی به تخت پشت زدن و گوش کردن آوازها آشکار می سازند. خردمند داننده طبیعت انسان با دیدن وزن و آهنگ در رفتار و گفتار آدم مانند موسیقیدان کار می گیرد. وی در کاری که به دنبال ابلهی یا شتاب زدگی به دیر افتاده است ویرانی وزن را می بیند. در سخن یا کاری که پیامدی درشت یا نرم دارد اما نباید چنین باشد آهنگ ناجور را در می یابد. وی همچنین اکوردهای
جور و ناجور را حس می کند. هنگامی که دو تن وامی خورند، اکاردهای ناجور و نشء و نمویشان فکرن آنها را از هم دور می سازد. هرچند می توانند در کنار یکدیگر بنشینند و زیاد می شود که نفری سیوم می آید اکاردهای ناجور را جور می سازد یا جور را ناجور. این از آن می گوید که زندگی همه موسیقی است. واگنر گفته آنی که آواز را می شناسد هستی را می شناسد. اگر اساسی آموزش کودک بر موسیقی تکیه زند، زندگی او رنگارنگ و زیبا می شود. زندگی وزن و آهنگ است. موسیقی نیز اینچنین. هنگامی که کودک موسیقی می آموزد و زبان یزدانی می آموزد. شرط نیست هر کودک موسیقیدان باشد، زیرا نه همه موسیقیدان ها برای بشر نمونند. اما در شرق زمانی بود است که شاهان موسیقیدانان را همنشین خود می کردند. آنها نه تنها از هنری ایشان بهره می بردند، بلکه از طرز زندگی، احساس و اندیشه، رفتار و گفتار آنان که بازتاب موسیقی بوده است نیز راحت می شدند. در غرب هم موسیقیدانان راستین همیشه دلخواه بودند. آدم در انگشتر آفرینش نگین است که سرچشمش زیبایی تمام می باشد. مقصد آفرینش زیبایی است. طبیعت در راه رشد رو به زیبایی می رود. هنگام آموزش کودک پیش از همه باید در سر اندیشه در دل او کاریدن تخم زیبایی باشد. هنگامی که نهالک سبز می شود، آن را با مهر باید پرورید. وی تنها با کوشش باغبان نشء و نمو می کند. کودک نیز این گونه با کوشش پدر و مادر پیش می رود، رشد می کند. پدر و مادران خود باید بیاموزند تا به فرزندان نمونه باشند. هیچ گونه نظریه بدون تجربه نمی تواند مؤثر باشد. والدان در کنار بی‌عدالتی های زندگی باید بکوشند که فرزندان خوشروستر از آنها باشند. ولی این کاری دشوار است. کودک حساس است. وی از پس نخستین تأثیرات می رود. اگر او در پدر و مادر میل به می را ببینند، آن را طبیعی و درست می پندارند و چنین می اندیشند. اگر این کاری نادرست بود، والدانم دست به آن نمی زدند. در زندگی کردار و گفتاری بد کس را زود جلب می کند، هرچند روح طالبی نیکی است. آموزش نخست و مهم برای کودک هماهنگسازی اندیشه، سخن و عملی است. هر چیزی از بیرون به درون عکس می شود و هر چیزی از بیرون در بیرون. از این رو برخی از دانستنی ها درباره وزن و آهنگ برای کودک در آغاز مهم است. به کودک نمونه های موسیقی را با در نظر داشتی درجه لحن باید آموخت تا او هنگامی بازی یا نشست و خیز با همسالان، با آدمان ناآشنا، با پدر و مادر از آن استفاده کند. کودک را باید آموخت که هنگامی مراجعت به آدمان گوناگون سنجیده سخن گوید. کودک تا زمانی که می سبزد در تکاپو و تپ و تلاش است. از این رو هر جنبش او، نشست و خیز، راهگردی، دویدن همه باید زیر نظر باشد و به سوی موزونی و زیبایی روانه شود. طبیعت کودک مانند به آب است که رو به پستی می رود، ولی به او فواره در کار است تا به بالا بردش. آموزش همان فواره است. کودک را طوری باید آموخت که
تواند وابسته به وضعیت گوید و گیرد که آن دم حکمران است. به مورد خندد، به مورد گرید. نمونه: هنگامی که پدر و مادر سرگرم کارند و کودک سر و صدا بلند می کند، یا دوستان به مهمانی آمدند و کودک شکایت می آغازد، یا در حالی که باید خاموش باشد به مورد و بی مورد می خندد و می گرید. وی قانون وزن و آهنگ را ویران می کند. وزن همان رعایت وقت و ساعت در هر کار است و سخت مهم می باشد. جای تأسف است که امروز در زمانی که دعوت به آزادی همه را فرا گرفته است، آدمان می اندیشند چرا کودکان باید آزاد نباشند؟ اما آزادی آن ایدئال نیست که زندگی باید از آن سر شود. راه دشوار و منزل مراد دور است. گفته شده در انجیل در باب راهی که به سوی هدف میبرد. سپس به کودک درک زیبایی سخن و کار را باید آموخت. چی کاری برای او و اطرافیانش پسند است، کدامی نه. از کدام سخن خوشش می آید، از کدام بدش. این تربیت چشمی بینا و گوش شنواست که برای کودک سخت در کار است. او را چنان باید آموخت که زیبایی یا زشتی سخن خود و دیگران را دریابد. وی باید رفتار خوب و کردار زیبا را شناسد، داند و درک کند که کی رفتار یا گفتارش بیرون از آداب بوده است. خلاصه وی باید قاضی خود بودن را آموزد و از رفتار و گفتار بد دوری جوید. همزمان او را لازم است کمبود دیگران را صبر کند و از یاد نبرد که خود نیز می تواند چنین کمبود داشته باشد و اظهار خشم از سوی او خود نشانی بی‌ادبی است. اگر کودک به زیبایی میل ندارد، این از آن میگوید که چیزی در او پوشیده است. در نهاد هر آدم، بد است یا خوب، زیبایی نهفته است و تنها باور امکان می‌دهد آن را باز نماید. کمبود زیبایی در برخی کسان تا جای ما را به شگفت می آورد که بردباری و شکیبایی را از دست می دهیم. این گونه چنین کسان را ناچار می سازیم بدتر از آن باشند که هستند. اما اگر ما شکیبا باشیم، به آنها یاری دهیم و باور کنیم، می توانیم زیبایی در نهادشان خفته را بیدار سازیم. هنگامی که ما به سرشته نیکی کسان باور می کنیم، در نهاد خود زیبایی را افزون می سازیم. ما به گفتنی من رفتاری خوب دارم او ندارد می توانیم زیبایی را در خود افزون کنیم، با درک آنکه آدمی دیگر نیز در نهادش زیبایی دارد ولی ما نه همیشه آن را می بینیم. با رو آوردن به زیبایی آشکار می سازیم که وی به سوی ما می آید. احترام بزرگترین نکویی هاست، زیرا همه نیکی ها از احترام سرچشمه می گیرد. پرستش خدا، مهربانی به نزدیکان، گرامی داشتی آدمی سزاوار، نیکی به کسان نیازمند و ناچار، همدردی به آنهایی که به آن نیاز دارند، همه از احترام برمیخیزد. هنگامی که زن و شو، دوستان، خواجه و خدمتگار یا شریکان یک کار از یکدیگر شکایت می کنند، از کمبود احترام شهادت می دهد. هر کاری که نادرست خوانده می شود یا بدی و گناه حساب کرده می شود، جز به احترامی نیست. احترام توانایی است که از روزهای نخست باید در نهاد کودک جا شود و رشد کند. زیرا اگر وی احترام را نداند، نمی تواند در دیگران حسی احترام بیدار کند. احترام آموخته نمی شود. وی باید خود
به پیدا آید. اما وظیفه پدر و مادر آن است که یاری دهند تا در دل کودک جا شود و رشد کند. آنها با نشان دادن آنکه کودک در کدام حالت باید احترام به جا آورد می توانند این کار را به خوبی انجام دهند. کودک را آسان می توان به بی‌ادبی گناهکار کرد، اما این به فایده او نیست. برعکس کودک در بسیار موردها در این گونه عیبجویی به خشم می آید. طبیعی است که خود را سفید می کند و این گونه رفتارش بیش از پیش درشتر می گردد. هر بار که کودک آداب نشان می دهد، آموزگار خردمند او را ستایش می کند و این گونه به وی امکان می دهد نکویی را درک بکند، مزه زیبایی را بچشد. این عمل میل به نکوکاری را در نهاد کودک زیاد می کند. وی هنگامی که به کاری خوب دست می زند خود را خوشبخت می یابد. همه زندگی کودک به نیروی عقل او وابسته است و نیروی عقلانی را در کودک می توان با راه افزودن باوری او به خود به آنچه می اندیشد، می گوید یا می کند افزون کرد. به او امکان باید داد درک سازد، نه ناچار باید ساخت که باور کند. باور که در بسیار دینها سخت مهم به شمار می آید، نه همیشه معنی باور به آنچه است که دیگران می گویند و می اندیشند و می کنند، بلکه باور به آن است که خودی کس می اندیشد و می گوید و می کند. باوری راستین باور به خود است. کوشش باید کرد که کودک این گونه باور را داشته باشد. این را با راهی از نهاد او در افکندن شرم، گمان و شبهه و ترس می توان به دست آورد، زیرا اینها سبب اساسی همه گونه بی‌براری در زندگی اند. باور به خود و دلیرانه رفتن به سوی مقصد کلید هر گونه کامیابی است. این گونه اندیشه و عمل کودک نه تنها پیامد آن باید باشد که او را چنین آموختند، بلکه برای آن است که وی بداند این طور اندیشیدن و گفتن و کردن درست است، وگرنه وی مانند به ماشینی می شود که بدون درک مقصد و نتیجه کار عمل می کند. همه فاجعه زندگی در آن است که عقل 90% آدمان ناآگاهانه مانند ماشین کار می کند. گاه برخی از آنان فهمیده و باوری بخش گام می نهند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علمی و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 10. شاد و مسرور باشید.